عظما فیلم تقدیم می کند. اشکنه پیاز. اصل بحران از آمریکا به این که بله نه. اشکنه پیاز، توطئه شیطان بزرگ و کوچک برای زدن زیرا به ولایت. اونایی که گره به کارشون خورده، اونایی که کارد به استخونشون خورده. آخرین توطئه استکبار چگونه در هم شکست؟ اکثریت قریبه به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست. جنگ مرغی با شرکت خروس همسایه. همه ملت‌ها اسیرند، در آمریکا، در اروپا. اشکنه پیاز، آخرین محصول عظما فیلم. به زودی با این بالا پایین رفتن قیمت مرغ احتمالاً بانک مرکزی هم مرغ رو پیش فروش میکنه مثل سکه طلا. حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟ اشکنه پیاز، فیلمی برای همه.